سلام رفقا، چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری داخل ماینکرافت خونه اصولی بسازین و خونه های قشنگتری بسازین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. چند تا نکته مهم میخوام بهتون بگم، امیدوارم همه رو توی ساخت خونه هاتون استفاده کنیم و حالشو ببریم. برو بریم ادامه ویدیو. خب آقا، خیلیاتون موقع خونه ساختن مشکل دارید و خونه ها رو بد میسازید و حالا اون سری مشکلات چیه؟ من الان چند تاشو بهتون میگم. یک، شما خونه رو مکعبی میسازید. خب درسته، خونه مکعبی هم خوبه، ولی خب شما به شکل و شمایل های مختلف هم میتونید بسازید. مثلا دایره میتونید بسازید، ارزم به حضورتون مربع، مستطیل و خیلی شکل‌های دیگه شما میتونی بسازی. ولی خب اکثرامون اوایل یا خیلی همونم میایم به صورت مکعبی خونه میسازیم و خب من امروز میخوام چند تا راه حل بهتون بگم که خونه‌هاتون قشنگتر شه و خیلی بهتر بتونین خونه بسازین. خب نکته اول چیه؟ نکته اول اینه که شما میتونین طبقه های دیگه بزنید. یعنی چی؟ یعنی آقا شما این طبقه رو که ساختی همه چیز رو تو همین طبقه نذار. یه خونه زشت خالی درست نکن. بیا چیکار کن؟ بیا ستون بذار. چطوری؟ اینجوری. اولا شما برای ستون باید به خونه‌تون نباید همش رو با یک نوع بلاک بسازید. مثلا به کل خونه رو اینجوری بسازید. خب اینجوری خیلی بد میشه و خونه‌تون یک دست میشه و خیلی زشت میشه. بهتر شما اول اسکلت خونه‌تون رو درست کنین و پایه های خونه رو. خب چجوری باید درست کنین؟ اولا اینجوری داخل بلاک ها نباشه و اسکلت خونه بذارین بیرون باشه. اینجوری که من درست میکنم بذارین اسکلت خونه‌تون بیرون باشه تا به یک نمای بهتری بهتون بده، تا راضی کننده تره. من اینو بیارم بالا. خب و این برم همینجوری میاریم بالا. خب این از اینجا که به دو قسمت تقسیم میشه، شما هم باید تقسیم کنید. یعنی چجوری میارین؟ اینجا رو اینجوری میکنین. خب اینجوری تمام خطوط رو باید درست کنید و اسکلت خونه‌تون اینجوری باشه. آخه چون داخلی دیوار بذارید قشنگ نمیشه و خونه‌تون کوچیک‌تر دیده میشه و تمام اینا رو هم بکنین. و به جاش یک بلاک دیگه بذارید. هر نوع بلاکی دوست دارین میتونین استفاده کنین تا خونه جذاب‌تر شه. خب اینم از این. خب آقا شما همینجوری که بهتون گفتم این ستونا رو اینجوری تغییرشون میدین و از اینجاها میارینشون و همونجوری که گفتم نصفه میکنین و حتما یک شکل باشه. مثلا یکی رو اینجوری نذارید، مثلا یکی رو روش به این ور نباشه، یکی روش دقیق باشه. خب اینم از این. حالا شما دو طبقه همونجوری که بهتون گفتم دو طبقه کنین قشنگتر میشه. خب و به این حرف گوش کنین. الان من یک سازی میسازم که دو طبقه باشه و شما تفاوتش رو ببینید با یه خونه معمولی. همونجور که میبینید این خونه این شکلی شد و نگاه کنین فیس بالتری گرفته. حالا ما میخوایم واسهش ستونا رو بریم و ستون رو بزنم و ببینید اون موقع چه شکلی میشه. همونجور که میبینید یک همچین خونه به ما داد و حالا شما مقایسه کنید چه قشنگتر شد نسبت به اون خونه قبلی. و حتما این لازم نیست که شما مکعب بسازید. و یک چند تا نکته دیگه هم مونده که من بهتون بگم هنوز. چیه اون نکته ها؟ اینه که آقا شما داخل خونه‌تون لازم نیسته که عرضم به حضورتون همش دیوار باشه، باید از پنجره استفاده کنید. حالا پنجره خیلی نقش خوبی داره داخل شکل خونه. مثلا اینجا رو نگاه کنید، اینجا پنجره داره قشنگه ولی اینجا هیچی نداره زشته. حالا شما از این پنجره ها میتونین استفاده کنین و
داشتم میگفتم شما میتونید از این شیشه استفاده کنید واسه پنجره و از این مدل شیشه های نازکتر که عرضم به حضورتون این شیشه ها خیلی از شیشه های معمولی بهترن و خیلی خوشگل ترن. شما به جایی که این شیشه به این بزرگی رو استفاده کنی، خب میایید از این شیشه های نازک استفاده میکنی و هر رنگ های مختلفی هم میتونی استفاده کنی. ولی خب من امروز میخوام از این رنگش استفاده کنم و واسه قشنگتر شدن خونه از این رنگ من استفاده میکنم. شما خودتون فرق رو ببینید دیگه چقدر قشنگتر میشه. اینم از این و اینجا رو یک شیشه و پنجره باید بذاریم، همچین پنجره. اوکی، یادتون باشه تو داخل خونه‌هایی که میسازین پنجره حتما زیاد استفاده کنید. چرا؟ چون نور بیشتری داخل خونه‌تون باشه و قشنگی خونه‌تون چندین برابر میشه. حالا این از این. خیلیاتون اینجوری میایین در میذارین و این کاملا اشتباهه. چرا؟ در رو میایین به بیرون میذارین و خیلی زشت میشه. واسه همین شما باید یک حالتی درست کنین که در یکم بیا جلوتر و قشنگتر شه. و حالا من راه رو میام سنگی درست میکنم، یعنی این شکلی باشه. خب اینجا 2 تا پنجره و در رو میایم اینجا نگاه کن، در رو اینجا قرار نده، اینجوری خیلی مسخره میشه. شما در بیای اینجا قرار بدید و بیای خب و فیس خونه خیلی قشنگتر میشه. حالا میام اینجا هم همونجوری که اون بر پنجره ساخته بودم یک پنجره شبیه همون میسازم و دقت بکنین که جزئیات خیلی مهمه. اگه مثلا این ور یک چیزی میذارین، خب اون ور هم حداقل یک چیز بذارید و خالی نذارین باشه. شما یک راهرو دارید که این مثلا این جا رو میتونید برای خودتون نمیدونم یک جایی درست کنید. حالتهای اینجا میتونید یک فرم کوچیک درست کنید، مثلا اون بغل میتونید مثلا اینجا میتونید شما یک اتاق درست کنید و همینجور به شکل‌های مختلف. اتاق بگیرم. اوکی، من اینم میخوام اتاق بگیرم تا بزرگ خونه فرق. تا اینجا فهمیدیم که باید خونه ستون داشته باشه و عرضم به حضورتون مکعبی حتما نمیخواد باشه و شیشه توش خیلی استفاده شه. و عرضم به حضورتون که داخل خونه شما میتونین چیزای دیگه هم اضافه کنید که خیلی به زیبایی خونه کمک میکنه. این خونه همونطور که میبینید خونه قشنگی هست، ولی میتونیم از این قشنگتر کنیم. با چیز؟ با سقف. تو ماینکرافت حتما سقف بزنید و حتما از اینا بذارید که خونه‌تون قشنگتر دیده بشه. ول نکنین همینجوری. خب نگاه، اینا واقعا قشنگی خونه رو میبره بالا اگه از بیرون نگاه کنید. این از این. و یک چراغ اینجا میتونیم بذارید، یک چراغ حالا این ور میتونیم بذارید. و حالا میخوام بریم واسه سقف. همینجور که میبینید چقدر سقف توی خونه تاثیر میذاره و توی نمای خونه حالا فرق ایجاد میکنه و خیلی مهمه که شما سقف بذارید واسه خونه‌تون، چون که خوشگل تر میشه واسیتاً و واقعا دیدین که چه فرقی کرد خونه عادی با خونه که سقف داره و زمین تا آسمون واقعا تفاوتشونه. و باز هم میگم شما پنجره باید زیاد بذاری، مثل اینجا که من خب پنجره باز زیاد میذارم تا تو نمای خونه تفاوت ایجاد میکنه. خب نکنین شما تازه حتی جا داره که من اینجا
بازالا بیس کوچیکتر اینجا درست کنه، به خونه کوچیکتر اینجا درست کنم. ولی خب عالیه دیگه، الان یه خونه کامله و خیلی قشنگ شده و شما حتما از این چراغات داخل خونه‌تون استفاده کنید. حالا میتونید مثلا اینجوری استفاده کنید داخل خونه، مثلا بیرون خونه هستن، یا میتونید از ارزم بزرگتون برگ ها یا چوب های مختلف استفاده کنید. همه چیز سعی کنید یکم خونه چیزتر باشه، ارزم بزرگتون که متفاوت تر باشه بلاکاش نسبت به جای دیگه. مثلا این بلاک با این بلاک فرق کنه، این سنگ با اون سنگ فرق کنه و این شیشه مثلا فرق کنه با اونجا. و داخل خونه حتما چراغ زیاد بذارید، مثلا این قسمت رو یک پنجره بزرگ بذارید و کامل فضای خونه رو عوض کنید. هر چی بیشتر پنجره بذارید خونه واقعا قشنگ‌تر میشه. و حتی داخل ویلاهایی که میخوایم بسازید اصلا یک دیوار رو کلا شما شیشه‌ای کنید، اصلا دیوار کامل شیشه‌ای داشته باشید که خیلی تو خونه تفاوت ایجاد میکنه. شما این خونه رو با اون خونه اول مقایسه کنید و ببینید چه تفاوت‌هایی، چه فرق‌هایی داره و چه قشنگ شده. و یک چیز دیگه هم که بهتون بگم، دور تا دور خونه‌تون رو چراغ بذارید. چرا؟ چون وقتی از دور میاین هم خونه واسهتون واضح تر شه، هم خونه قشنگ تر دیده شه، هم این که عرضم به حضورتون که ماب ها اسپان نشن. و خیلی خوبه چراغ بذارید داخل خونه و خیلی کمکتون میکنه. و مثل من که اینجوری دارم چراغای زیادی استفاده میکنم داخل خونه، شما هم استفاده کنید تا ماب ها کمتر پیش شما اسپان شن و اصلا اسپان نشن و کار خودتون راحت تر میشه دیگه. دمتون گرم، امیدوارم که از این نکته ها خوشتون اومده باشه و بتونین از این بعد خونه های قشنگتری درست کنید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. پس اگه خواستین خونه درست کنید این نکات رو رعایت کنید حتما و این ویدیو رو چند بار ببینید تا کامل متوجه بشین که چی به چیه. و خب خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو اومدین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی ممنون. من برم خونه سریع بخوابم و خداحافظ.